سلام، نیما هستم از تی استودیو. میخوام یه آنباکسینگ خفن از برند شاین دستگاه سولنووا آنلیمیتد رو امروز باهاتون به اشتراک بذارم. خب قبل اینکه بازش کنیم یه شعار باحال رو باکس شاین همیشه مینویسه Made for Artists، ساخته شده واسه هنرمندان. خیلی جالبه این، بریم داشته باشیم. چیز خاصی هم بچه‌ها تو باکسش نیست. من حالا یه بار قبلا اینو آنباکسینگ کردم. یه دفترچه داره، یکی دو تا بلوشور داره و خود دستگاه. البته یکی از این بلوشورها خیلی مهمه، حالا جلوتر براتون توضیح میدم، ولی اول خود دستگاه رو که خیلی جذابه بازش کنیم. یه دستگاه خیلی خفن با یه باکس خیلی خفن. خب باکس باتری رو داریم، یه باکس داره، دو تا باتری از برند اگه اشتباه نکنم پاناسونیکه، برای اینکه راحت تو همه بازار و همه کشورها راحت دسترسی بهش داشته باشین و پیدا بشه از برند پاناسونیک گذاشتن توش. که این باتری بچه‌ها خروجیش رو ولتاژ حالا نه خیلی بالا نه خیلی پایین، فکر میکنم 600 خروجی رو بهتون میده. یه شارژر داریم، حالا جلوتر نشون میدم. حالا تا همین الان اینجوری قرار میگیره رو شارژر، مثبت و منفیش رو قشنگ گذاشته براتون. و یه کابل داریم، خبری از آداپتور شارژر نیست، باید یه آداپتور 5 ولت تهیه کنید که یه سر USB داشته باشه، USB میخوره تو آداپتور و تایپ C تون میخوره به شارژر. وقتی هم که حالا من خودم تستشو گرفتم، وقتی هم که به برق میزنید باتریتون خالی باشه یه سفید میشه. بعد که باتری رو پر میکنه اینجا نور آبی روشن میشه و مشخص میشه که باتریتون پر شده. یه دستگاه خفن خیلی صیقلی باحاله. یه سرگریپ داریم ما اینجا که جدا میشه، میتونید حالا البته تغییر بدین. یه چند مدل دیگه هم تو خود سایتش هست، میتونید از نمایندگی شاین تهیه کنید. سریع استیل داره، حالا چند مدل داره و بسته میشه روی این پن خوش دست ما. یه دکمه داره، یه چیز جذاب بهتون بگم، این دستگاه کلا یه دکمه داره، این واشرش هم باز شد. کلا دستگاه یه دکمه داره و همه اون کارا رو با یه دکمه شما میتونید انجام بدید. حالا بریم یکی از این باتری ها بزنیم تو تستشو بگیریم. ببینید وقتی باتری کمه چند تا دوز داره، دوز رنگی داره. چراغ پایین مخصوص باتریه. وقتی که پر باشه باتریتون سفید میشه، وقتی که یه ذره مصرف کنیم رو 60% اینا نارنجی میشه، بعدش زرد میشه رو حالا 20-25% و قرمز که نشونه خالی شدن باتریه و اینکه دستگاه اصلا خاموش میشه خودش. ولی تا قبل قرمز ولتاژ رو ضعیف نمیکنه، یعنی تا آخرین حالت باتری شما یه ولتاژ منظم دارین و اصلا فکر نکنید که مثلا باتریتون کمه زرده ممکنه تو کارتون تاثیر بذاره، نه اینجوری نیست. پس چراغ پایین باتری رو به ما نشون میده و چراغ بالا هم حالت لاین و شیدو. وقتی دکمه رو نگه میدارید چشمک زن که میشه، حالت چشمک زن یعنی شید رو حالت شیده که حالا ولتاژش رو میتونید تغییر بدین، حالا جلوتر بهتون میگم. وقتی دوباره 3 ثانیه دکمه رو نگه میدارید چراغ ثابت میشه که حالت لاینینگه و وقتی هم که 9 ثانیه دستگاه رو دکمه دستگاه رو نگه میدارین خاموش میشه. حالا دوباره روشنش میکنم. بچه یه ویژگی جالب این دستگاه داره، یه سنسوری داریم اینجا که وقتی دستگاه روشنه شما دکمه رو که نگه میدارین، حالا تو این بروشور هم کامل توضیحشو نوشته، دکمه رو که نگه میدارین دستگاه رو ما اگه بالا ببینید الان دستگاه روشنه، ما دکمه رو نگه میداریم، دستگاه رو که بالا ببریم ولتاژ زیاد میشه، 12 ولت رو داریم و وقتی میاریم حالا وسط ولتاژ 8 تا 8 داریم و وقتی میاریم پایین دیگه کمترین ولتاژ 4 رو داریم. من تو این دوربینم نشون بدم، یه حالتیه که شما دستتون که میگیرین، حالا چه چپ دست باشین چه راست دست، طبق این بروشور وقتی دستگاه روشنه نگه میدارین دکمه رو
بالا که میبریم ولتاژ میره بالا، پایین که میاریم ولتاژ میاد پایین. و این ولتاژ رو رو صدا نمایشگر نداره این دستگاه، رو صدا قشنگ میتونید متوجهش بشید. میبریم بالا صدا زیاد میشه، وقتی هم که میاریم پایین صدا کم میشه. خب بچه من میخوام یه طریقه کاور کردن دستگاه حین کار رو حالا اونجوری که خودم کاور میکنم و باهاتون به اشتراک بذارم. من خودم تلفن رو برمیدارم، حالا کاورام هست، کاور واسه یه حالا کاورای استوانه‌ای پلاستیک میره تو دستگاه، شما میتونید قیچی کنید و چسب بزنید، ولی من این رو بیشتر دوست دارم، حالا گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. یه تلفن رو به این صورت لب به لب گریپ میاریم به این صورت. حالا با یه قیچی، حالا فعلا قیچی دم دستم نیست، به این صورت اول یه کاوری دور قسمت بالای دستگاه داریم اینجوری از جنس تلفن و نوار دور گریپ رو برمیداریم. یتونم راحت بازش کنم. شروع میکنم دور گریپ. اول پیشنهاد میکنم همیشه این کار رو انجام بدین، مخصوصا این تلفن، هم دستگاهتون آلوده نمیشه، همین که رنگ دستگاه نمیره بعد یه مدت کار کردن. البته نکته اول مهمتر، یه دونه هم این قسمت میزنیم، دوباره قسمت بالاییش. یه جورایی با این دارم حفاظت هم میکنم از دستگاه دیگه. یه دونه هم حتما این قسمت داشته باشین، چون وقتی حالا دارین کار میکنید به نورتون میخوره یا به جایی ممکنه موقع گذاشتن به جایی بخوره، حالا قور بشه یا حالا خط بیفته. این قسمت یه قسمت از نوار دور گریپمون میره روی در دستگاه و حالا چند دور اینام بپیچین که کامل محافظ باشه. و فقط این قسمت وسط رو که حالا تلفن داره ولی من نبستم که حالا دستگاه و چراغاشو ببینیم و راحت واضح باشه واسم. خب دوستان فکر میکنم توضیحات لازم رو راجع به این دستگاه خدمتتون داده باشم و راجع به قیمت این دستگاه هم الان که دارم ویدیو رو میگیرم دلار هولوش 60 تومنه و قیمت این دستگاه نزدیک 90 میلیونه. پیشنهاد میکنم حتما آرتیستای حرفه‌ای با این دستگاه تجربه داشته باشن، حتما تستش کنن. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. اگه دوست داشتین ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین، سابسکرایب کنید. میبینمتون.